سلام دوستان، کنسرت سال نو 1404 معین در دبی. معین دوستا دستا بالا، بیایم بریم کنسرت. بله، ترافیک رو میبینید خیلی شدید بود، هم رفتنه هم برگشتنه. کوکاکولا ارنا سالنی بودش که کنسرت داخلش برگزار شد و اولین باری بود که یه ایرانی تمام بلیطاشو سولد اوت کرده بود و لوح تقدیر دادن به استاد معین. بله، اینجا گشتنمون که چیزی همراهمون نباشه. وارد لابی شدیم. به من گفتن که طبقه اول در دوم باید بریم وارد بشیم که من و دوستم الهه جان با هم رفتیم بالا. این قسمت غذا فروشی بودش و ما نوشیدنی گرفتیم و چیپس و ناچوس گرفتیم که البته الان براتون قیمت ها هم میگیرم که ببینید چجوریه. 5-6 برابر بیرون بود، همونجور که میبینید. You didn't order, you order plain, you are asking. بله، در دومو پیدا کردیم بالاخره و وارد شدیم. خیلی خیلی خوش اومدید. این سالن بودش که هنوز یک سومش هم هنوز پر نشده بود. موقعی که ما رسیدیم زود رسیدیم. اینم صندلی ما هستش که خیلی نزدیک استیج بود و جامون خیلی خوب بود. بله، استاد معین تشریف آوردن.